ترک دری، دوباره آهنگ دری، باز آهنگ دری. همش دری؟ نه همش که دری نیست، ولی در کل ترک های خفنی از رپ دری گوش دادیم، حتما اونا رو برید ببینید. این دفعه اومدیم با ساهر کسیه که بیت های خیلی خفنی میزنه، مثلا تو مایه های مهراد هیدنه که هم خودش میگن صداش خوبه، هم این که میگن آهنگساز خیلی خفنیه. خب اومدیم ببینیم که حرفای شما درسته یا نه، چون من عاشق همچین آرتیستایی هم که هم خودشون بیت میزنن، آهنگسازی میکنن، هم اینور میخونن و خیلی به نظرم میتونه لذت بخش باشه. ترک آی ام که با آکا 13 AK 13 مثلا فیت داده، موزیک ویدیویی که 2 سال پیش منتشر شده و 1 میلیون هم ویو خورده. و اینکه یه نکته هست بچه‌ها، یه نگاه بندازید خدا وکیلی، این پیرانی که من پوشیدم زنونه است یا مردونه است؟ خدا وکیلی این زنونه است یا مردونه؟ خب بریم ترک موزیک ویدیو آی. اما چه جالب، من الان یهو چشم افتاد به اینجا، چیز انگار تو خودت نمیدونم بچه‌ها، من خبر ندارم که کجا زندگی میکنن. مثلا الان ساهر کجا زندگی میکنه؟ تو خود افغانستان زندگی میکنه، چون این موزیک ویدیو تو خود افغانستان، امیدوارم خودشون هم اونجا باشن. خیلی جالبه، بریم خیلی هیجان انگیز شده واقعا. سنتی داره کار میکنه. این خودش همین که عزیزم تو واقعا یه چیزی گفتی ذهن من درگیر شد. آره واقعا چه خوش رنگه، خونه ها رنگی هن، تو کوه ها نگاه کن خونه ها رنگی هن، بعد رنگ آبی هم زیاد استفاده شده، خیلی باحاله. این چیه اینجا؟ مسجده؟ کجاست اینجا؟ خیلی خفنه، اینجا رو بگید حتما کجاست، خیلی باحاله. و اینکه چقدر خوب داره نوازندگی میکنه این ساز سنتی افغانستان، و واقعا خیلی خفنه. این اصلا دیدی دن 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 دن. اینو اصلا باید منتظر باشی یه اتفاق بزرگ بیفته. آره بریم ببینیم اتفاق بزرگه میفته یا نمیفته. Yasum manamim chiye چی میکنم نه کسی کارم کیه. همون انتظاری که داشتم. این الان ساهره؟ آره چقدر خوبه صداش، اصلا نمیتونم خودمو کنترل کنم. صبر کنم بریم، خیلی خوبه صداش، باری کلا، آفرین. چقدر ببین عزیزم، من اصلا فکرشو نمیکردم رپ دری اینقدر قوی باشه. خیلی قویه واقعا، خوشحالم از این که دقیقاً. آره چون بهشون میرسه. Yasum manamim chiye چی میکنم نه کسی کارم کیه. دروغ و دقلی ذاتم نیه، اگه خوش کردی رپ مدقاتم بیه. مصدوم بچه روی ای سرک میخوانه از زندگی که ندارد درک. چی باشه کیفم کوک که برم میتین کلاشا که سور کنیم دم بدم با تلی چلک. این استق قصه سیندرلا به کاری، فیلم پرنو شهوت و استمنا خط فقر و اختلافه. بیگه اصلا راجبش حرف میزنه، راجب شهرش، راجب خودش که تو این شهر داره زندگی. بذار من یه فازشو بگیرم. داره راجب شهرشو مثلا پشما معلومه، ببخشید پشما این پامو میگم عزیزم، داره راجب شهرش کلا زندگی میکنه، میگه کی هستم و کارم چیه و اینجا چیکار میکنم، من بچه این شهرم و کلی. حالا من یه سری حرفاشو واقعا متوجه نمیشم ولی سعی میکنم متوجه بشم، قفلی میزنم. سخته. آره دمایی تقصیر تویه که خوشی جن شدم و هم بسم الله. اعوذ بالله از تو ارق ملیت، نمشه هم مسیر رپ ما و خط فکریت. تو بگو کت قافه یا که غیر نقران، اگه فامیدیم ما ناکو بریم لا اکراه فی الدینه. رسو مسکینه سلاح رپ مست کلمات مرمیمه. تو بگو بریم همی خاکی یا که زنجیره. دپای مسل شده مفقانی تقصیره کیه اگه خوش شده. بهار ارمانم جگرم خون انار قندارم، اگه ظاهرم خوشتر از دشت بگ و باشم اگم باطنم. وای پشمام،
دیدی یه خورده غم انگیز داره میخونه. آره. ولی رو بیت گنگ، ببخشید عزیزم، رو بیت من خیلی به تو ضربه میزنم واقعا. نمیتونم خودم کنم. رو بیت گنگ خیلی داره چیز میخونه. و اینکه یه چیزی میخواستم بگم، خیلی زبان دری، خب زبان دری واقعا یکی کامنت کرده بود که یه لهجه است. الان که دارم گوش میدم دقیقا میفهمم. ترک اگه دقت کنید خانوادگی 2 بود که با لهجه‌های مختلف از ایران خونده شده بود که مثلا کردی بود، فارسی بود، ترکی بود، از همه لهجه ها، حتی عربی بود. الان که دارم اینو گوش میدم قشنگ حسش میکنم که واقعا یه لهجه از فارسیه. میدونی چی بهت میگم؟ آره. خیلی باحاله واقعا. یه پروانو مستون صدای تو صدای متون نگه دست نبودن به انتظار دست مستون قلم سرخ و برگ کاغذی که هر در فن نوشته افتخار رفت مستون خمار سرخ و مال همدلی یک ملت در پای انقلاب من کنار تو کنار هم کنار ما میشه ختم کلام هیپ هاپ میوان من روش بگی لاله تولید طولی تاریخ زخمایی ماندی با خونی تاریک داخل مدت زمان زیادی نمیره یادم ولی ما دادیم شهدای هر چیزی که حال داره با اذن خدای متعالی این آکا 13 آکا 13 فیت داده با ساهر دیگه. آکا 13 این چه باحاله. اینم باحاله. تیم اتحادی و ادامت دارم متوالی دمی خاک شدیم ما متولد گپ از دیفاعش باشه همون جق و توری برای حفظشون همه ما چیریکی قد کنی برخورد نکنیم فیزیکی دیدی که قد کنی نالاشان در ما میریم که استوارش کنیم هوای پاک بیا از کلیکن دیلیم که در کچای کبولینی قیس هیپ هاپی سرکار اگست کنیم بگو کس که در رای مستاد میشه وقتی تروریست جرمیش چقدر اینجا خوب رایم چیز که جامپ زد. خیلی باحال جامپ زد اینجا. دقت کردی؟ آره. یهو هیپ هاپ تو میدونم چی اومد. دقت کنی نالاشان در ما میریم که استوارش کنیم هوای پاک بیا از کلیکن دیلیم که در کچای کبولینی قیس هیپ هاپی سرکار اگست کنیم بگو کس که در رای مستاد میشه وقتی تروریست جرمیش اثبات بشه ولی چندان جرمی نیست میگن خیر است اسلامشه خوب ولی مشکل موضوعی کنه نیست که جای توقع رسپان میشه مرد تو وقتایی که دورا بود چرت نزن سود نمونم بگه سرت زور دیگه دیدیش میشه کور برد از آن کسی نیست که حق تو را خور زور با جنگ نمیای بیا تو بکو تو یکی دیگه داره میخونه که وای چقدر خوب بود، چقدر قشنگ. ببین چقدر خوب داره. ببین نمیدونم چی بگم، خیلی خوب داره. مثلا میچینه کنار هم سنتی و هیپ هاپ و خیلی خوب داره میچینه کنار هم. واقعا قویه ساحر. امیدوارم یه همکاری بده، یه همکاری کنه با رپرهای فارسی. این کیه راستی؟ مگه دوتا نیستن؟ این کیه؟ سومیه. آره لند دیدم وضعیت ها دیدم که چطور کردن گلون پاره دیدم مشنویدم صدای آه و ناله دیدم که میسوزه جسدی بازو بالا انسانیت فسیل در قلب خشک سالیست کوران زمان آخ میگه من دیدم همه اونا رو دیدم که گلو رو میبریدن، صدای آه و ناله رو شنیدم و میدیدم جسدی که داره با زباله میسوزه. پشمام. دیدم مشنویدم صدای آه و ناله دیدم که میسوزه جسدی بازو بالا انسانیت فسیل در قلب خشک سالیست کوران زمان حال در جهان ناماندین چقدر کتاب خواندی چقدر سوزاندی صادقانه بگم شما زندگی نماندین نه اختلاف فرانی بوده. اینجا علنا طالبان رو چقدر خفنه. این گفت که شما چقدر کتاب خوندید چقدر کتاب رو سوزوندید. این میتونه به طالبان میتونه بگه دیگه، درسته؟ چقدر کتاب خوندی و چقدر سوزوندی. خیلی بیش از این که بخونی سوزوندی. کارت در کشور رو نگو انتحار در کارت نیست اعتراف بانی برای روز قیامت امتحانی آخر نه جنایت کاری نمیشه انضباط قراری هر اشتباه مکانی داره انتخاب زمانی اگر بیشتر بگم برات کامیکازی گاهی زندگی میگیره و بچه در جای پایین زندگی میبینه خی زنده با داگاهی ما پشتیبانی آزادی مدین خالق پاسدار مقاومت و بدبینی طالع من از میدونی چیه؟ یه سبک اگر داره اینجا نوشته آن لیگ طالب، پس داره به طالبان میگه قطعا. خیلی خوب داره. میدونی یه سبک متفاوت داره دیس میکنه، داره بهش میگه تو اینجا، میدونی یه چیزای بدشونو داره میگه چقدر این کارو کردی. میدونی فوش نمیده اونجوری،
خیلی جالب داره دیس میکنه دولتو، میدونی؟ مؤدبانه داره دیس آفرین، میکنه. ایراداشو بهش میگه، ولی در کل شاید هم یه 4 تا فوش میده ما نمیفهمیم. البته اینم از نبوغ و محروم باطل راستکاری حقیقی نه که قسم طالب من نصر منظم و مست مجموعی کارت مرو من روز با مخ دست صلیب و دارد ولی بازم الکل خالص زده از آزادی میخوانم از ملتی آگاه بدون قاتل معصوم صدای تو صدای مردمی که در نبودن به انتظار دست معصوم قلم سرخ و برگ کاغذی که هر دفعه نوشته افتخار رفت معصوم خمار سرخ خمار همدلی یک ملت در پای انقلاب من کنار تو کنار هم کنار ما میشه خط کلام هیپ هاپ تا این پای من بس تو فرشته مرگ اگه داره کردیم جنگ میگیرم جانت اگه بخوای پرت سوی دخترای سرزمین سنگ بیتی! نخوش سبز سیاه بیرق ما نمیخوای زیرو گوش بده. باری کلا فکر کنم تو همون افغانستانم. قطعا اونجا چه بیتی، وای من اصلا دست میزنم واسه جدی بهت میگم ساهر جان داشت به مولا که تو این کاره ای چیه اگه خیلی خوب. ساهر زده بی تو دیگه بذار یه نگاه بکنم. آره این پسر آخری اسمش چی بود؟ نفهمیدم. بچه این پسر آخریه یا حس میکنم آخریه آکا 13 بود. آره AK 13 بود. این آکا چیزه میاد یاد کانتر میافتم میگم دیگه اینجوری AK نمیگفتم گفتیم آکا 47. آره و اینکه AK 13 بود حس میکنم این آخریه و دومی یکی دیگه بود. حالا نمیدونم اگر من دارم جابجا میگم حتما شما کامنت کنید. دوستتون داریم. خدا